رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین جوانمرد کسی است که برای زنش جوانمرد باشد. و من میگم در بین شما بهترین جوانمرد هستم. در 23 سال عمر مبارک پیغمبریش یک بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از در درون خانه‌اش یک بار نگفته است که من پیغمبر خدا هستم یا من فرستاده خدا هستم. مادر من عایشه میگه از آنها که کان فی خدمت اهله، در خدمت اهل بیتش بود. هیزم میشکست و کفش میدوخت. اگرچه پیامبر بود یعنی استفاده نبردن این نام پیامبری که من پیامبر خدا هستم معناش خاکسار و متواضع بودن در خانه که اهلش از شریکی صمیمی زندگیش است. هیزم میشکست کسی را نمی آورد برای هیزم شکنیش، یا کفش میدوخت نمیگفت کسی پیش کسی نمیرفت کفش ما را بدوز. معناش در خدمت اهل بیتش بود. در همین زمینه مولانا میگوید، چون ما شما میدونید که مولانا وقتی که از حیوانی از مثلا پرنده که مثال میارد صحبت میکنن هر نه رمزی است. بله. مقصدش تربیت نفس انسان است. درست. میگوید شیر در جنگل اهل جنگل رو جمع کرد و با اونا وعظ گفت، دستور و سفارش ها داد و چون نگاه کرد که بیگاه شده است گفت بچه‌ها اکنون شما آزاد باشین، من باید خانه برم، در خانه مرا انتظارند. یک گاو آهسته آهسته پیشش میاد میگه شرمنده ما کردی، آبرو منو بردی، تو شاه جنگل هستی، تو چیکار در ملای عام در پوبلیک اعلان میکنی که من در خانه انتظار هستم، تو سلطان جنگل هستی. گفت با شما عرض کردم که مرا در خانه انتظارن، یک شیر مثل خود مرا انتظار، نه یک گاوی مثل تو. معنا که به قدر این شیران خانه رسیدن در کار. درست است. اون بهانه است که اینش نیست اونش نیست، دخالت شخصی سیوم اینا بهانه بیش نیستن. اگر جهان درونی انسان آباد باشد، انسان خدا داشته باشد، انسان علم داشته باشد و عقل داشته باشد، هزار آفت‌های در کمین ایستاده کیان عائله را ویران کرده نمیتواند.